البته بین این دو نوجوان الله سبحانه و تعالی محبت پیدا کند و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودش الله سبحانه و تعالی کرامت نماید و چون روز خرسندی شادی را الله سبحانه و تعالی با کل خاندان ما شما نصیب بدارد. امروز یک معمایی که انشاءالله بین مردم است، اکثر وقتا با ما سوال جواب شده است برای چی علاج داشته هستیم، برای چی میان زن و شوهرها انشاءالله محبت نیست، انشاءالله مسئله مهم خدا خود بیان میکنیم. البته امروز خدا خواهد همون در عیان است. خدا خواهد اینا امروز من درباره خوشتامن ها گپ میزنم. خوشتامن ها انشاءالله خدا خواهد امروز تا گرفتن عروس بسیار خدا خواهد زحمت میکشند، میدوند، خدا خواهد مبارزه میبرند، التماس میکنند یا نمی خانه دختردار رفته خدا خواهد قاب وعده ها میتیند دختری شما خدا خواهد خانه مانده کرال زندگی میکند، دشت در آب خنک نمیزند. انشاءالله خدا خواهد همچون دخترم قبولش میکنم. خدا خواهد از دخترم بالاتر نگاش میدارم. پاک ملیکه خدا خواهد پادشاهی زندگی میکند، قاب وعدای دروغ میتید، بدی خدا خواهد عروس خانه درمد پرابلم معما سر میشود یا نمی. یا خود جوان هم خیلی هستند تا گرفتن شد نه شب میگه 12 شب 1 شب پیش دیوار از تلفن کنه تا سر تلفنش خاموش نمیشه، میمرمت میخرمت خدا خواهد انشاءالله بیارمت فلان میکنم حرمتت میکنم عزتت میکنم از در که دورمت بلا زد و دختره که من فکتاش که میگم انشاءالله. در سیدی من چندین دختران استثادیان، چندین دخترها اومده شکایت دارن، زنها شکایت دارن. مقصد میگه تا گرفتن همش دروغ. این کسی که این وعده ها را میکنی اگر در خانت آورده همون دختر خدا خواهد انشاءالله خار کنی، این وعده دروغ است، منافق هستی. روز قیامت پیش الله سبحانه و تعالی در جزای سخت گرفتار میشی. علامت منافقا سه است، پیش از صحبت میگم. یکیش گپ زنه دروغ میگه، دویم وعده کنه خلاف میکنه، سوم امانت گیره خیانت میکنه، چهارم مبادا اگر جنجال کنه حقارت میکنه. این منافق حقیقی است که پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم 15 عصر پیش برای ما شما اعلان داشت، برای ما شما بیان کرد که هوشیار باشین، این خصلت ها باید که بر مؤمن ها نباشد. وعده کرد انشاءالله خدا خواهد این خانه آوردن، بعد خدا خواهد 10 آدم درباره یک دختر انشاءالله خدا خواهد حکمران نشوند. مبادا اگر خدا خواهد اینشا به وقت خزد جنجال، مبادا افکات سوزونده موند جنجال، چای به وقت دم کند جنجال. این چه شوهرش خدا خواهد پیلوس یا نمی یا حقیقت نسمی. او وعده ها کجا شد امروز؟ یه روز دختر آمد میگه که داملا جان، حتی اینکه خوشدامن میگد من بر همسرم در یک خانه ایستادن نمیخواهد، حتی دریزه ما تختق میکند. شوهر میگد وقتی که از رسیه میآید میگد وقتی که داخل خانه نشده میگد دوله نخشتامنم سر میشود. دریزه تختن کرد میگد برو پیش من نخوره. این شرمندگی نیست؟ همچون میگه کل ماند از معامله میکنن، میگن غلام از کوی بازار خریدش میآیند، همچنان میگه خدا خواهد من در معامله میکنم. از زندگی بیزار شدم. همه خوشدامن یک بار فکر کند که خودش همه خیلی نبود، خودش 20 سال بعد کلین عروس نبود. در وقتی عروسیست همین هم گاه ها به وقت است، گاه ها افکات سوزون، گاه ها خدا خواهد نپرسیده کوچه برمد، گاه ها وضع کرد میگه که خوشدامنش کد کرد کو آن چی کردی میگه با عروس خدا خواهد با همه عروس با همه خوشدامن چی کراشی البته میکشی. تو از خودت خفه شو که زمان بود که خودم همچنان خدا خواهد خوشدامن کرادی، خودم همچنان معامله کرادی انشاءالله. خدا امروز از این عروسا میگیریم معامله را، نکنه این کار خدا خواهد. یک دختر میگه من از زندگی بیزار شدم داملا جان، خود مکشم فقط حرام میمرم. عموما در خانه حتی در افکات خوردنش بینن این بدبختی ها، وقتی که افکات خوردن شدن نمیومدهش افکات کرد، فلان بیار پیستان بیار این کار که مقصدم بیچاره نخرد. این کجاست عدل و انصافه؟
گجاش آدمگری هستیم که گجاش حتی خوشدامنه بوده است که یا دختر نیست است، خوشدامنه بوده است که کیلوش میزنونده است خلصت نشده است با لطش کنه بچه یاد میدوده زنش خراری کارش فرم. این گجاش عادلی است، گجاش اخلاقی پیغمبری است. انشاءالله گجاش اخلاقی خدا خواهد زنهای پیغمبرها بود که این کار میکنیم دوست وای خلصت نشده است. امروز گجان در معماست، مادرای پیشینه ما و شما سیری خانه نمیبراوردن یا میبراوردن نی. امروز بالکل گجای میروان عروس گنده میکند، همسایش میگذارد چخیل خواهمیر کنه میتونه پشاک فلان بیستان و یک ساعت بعد مدین خبر میتید میگه میدانی خشتامنت آمده رسا گندت کرد، سیری خونه تا چا میبراری؟ انصاف داشته شی. پیشینا کرد میکردن، یگان کسی شکایت نمیکردن، حیاتی که در جاش میگلتید نتوند یادش میتی انشاءالله خدا کرد. همه دریاشی من و شما هم تا دین گوساله بودیم، امروز اگه گاو شدیم، امروز اگه خدا خواهد یک مده عقل شناخته امروز خودنا کرال کرده گرفتیم. یا نمی امروز این عروس خدا خواهد ظلم میکنی 3 دعا هست میگمود اجابت میشود. اینا بردمون خدا خواهد اپاتنده بون خواهرات من خدا خواهد انشاءالله 3 دعا هست اجابت میشد. یک تاش دعای مسلم، همون دختر خدا خواهد ظلم میکنی سحر شب میخیزه دعا میکنه، تلفون میگیره علاقتی تماس میگیره میگه دی خوشتامن من جوانی مرکن الله لبیک میگد. دعای مظلوم ها بس خدا خواهد پرده قول میشه، ولی من شما میانم لا پرده چند پرده درونده او دعا به اجابت میره. نیکی خدا خواهد کلنا مظلوم ها و بچه ظلمش میکنی شب انسان خدا خواهد تاثر باید بچت خورهش نمیمونه، سهر خیزه خدا خواهد همه چیز چی پالنی عروس میکنه تمام دختراش نمیفته از ادبای این نگانیت کنی. این گیاش انصافه، این همین از اون انصافه بگو. همین اول میگه که آیلا جدا شد و بیچاره انسان آخی همین قرباقه هم جقیدنگی یه روز وقت میکنه یا نمی هم بیچاره هم سکن زون میبره سکن بعد گب میگه بادا میگه آیلا ویدم شام میگه بس گب گردونم بس میگه آیلا ویدم شام بگم برمده اکرم سایانده این حایله در جاست. پیشینه مادر بودن که سیری خونش از کوچه نمیبرود، ناموس میکرد، آرم گنده هم باشد ناز میگفت. امروز نه برعکس شده است لاقت. یک زن میگه یک جای رفته شکایت کرده است بعد پرسیدنش که خیلی عروس چخلای گب زمانه دینه عروس گرفتی ای موم پیشونیم شور بده موم اخمق نزدم جدا شومی پیشش کنمی خدا خواهد کل یومی بدتر حواره نشو. این شکل گنده کردید دیگه گندش میآید. اگر بهتر نبود بزرگای اسلام دعا میکنن که کل یومی بهتر نیست و همچنین خدا خواهد هنر داره. ولی بعض جوان ها مادرش چی میگه سرش ده دوای گمش کرد باید که سویج گفتد میتیم و سویج سر تخرال سویج خدا خواهد انشالله و هم نمیره و هم میخوره میپوشه خواه میرم میگن یا نمی وای شبه خدا خواهد پتخواد بکنی بد. امروز بیوه ها را پیش رفته سودیان مویز بیزنان میفتست که آلیت کوارتیرم کرده میتی کوارتیرم کرده میتی با من نمیرسون یا که من خدا خواهد کار نمیفرمی. این دگار که امروز گفت است دگار که خدا خواهد حالت نبا داشت سگا میگیرید. وقتی که دگارت کرد بچه کمه کنید مجبور گفتی ولی لبیک میگوی همین خدا خواهد بهتره. یکم زنه یکمش اصله دویمش کسله سیمش مرگه اینا مکشت سیمش باید خدا خواهد انشاءالله شاپا گلتا داشته حالیم که جدا شدگی او زن نبرد و همه هنر داره و دیکار شو سرش نمیتیه هوا هم یک جیتا لکنه ایمی گف سخته ایمی کنو توی ایمی خشنان دختره خیال نکنی که خواهد بهترش میاد. من 2 زنها 3 زنگاه جداش پرسیدگیم که همین زنت خوبه همون زنت میگه وی 100 مراتب بلند بودم لیکن دندون به دندون موندستم. یک زن من سوال دادم گفتم که همین خواهر بگو از روی شرعی گو باقی بفیرم نگو همین شوی حاضرات خوبه دیمش یکمش بهش اصله گفت این کسله گفت سیراونا این خواهره نشه گفت
یک ارداش که زنش سر داد دیگه مجبور تقدیر الهی چیکار کنم میشینم اکثر ما بسر مونده سما دستان زده میشه این برام با رکلام میشم که این گندم ده که مجبور بعد اینشم مجبور خدا خواهد چوی میکنم این نمیکند خدا چوی میکنیم خدا خواهد رستوه میکنیم خدا خواهد حرمتت میکنم این نمیکنم خطابت دمت درون نگوینه ساعتیم سهر اکلام که خودش گنده باشد ده دیگه زن نمیتون مجبور میشه نکی عزیزانی من بین این کارا نکنیم بین عروسان ما کوچه باکچه گنده نکنیم انشاءالله خود به عیب در دنیا کی هست یگانه الله هست یگانه الله عیب ندارد خلاص دیگه همه ما عیب داریم انشاءالله خدا خواهد باور که آدم خوب گوی خوب میشود همین بچت هم گنده گفتن که گندهش دفتر میگیره بچت هم نزگون نه همین عروسکان بیچارا این حالی خونه نه اومده حالی دنیا این محیط نه حالی خلاقت این زندگی کرگی نیست این بیچارا لرزیده میگرده یک مدت ما گاه ها میشه اوقات خون میکنن گاه ها میشه خدا خواهد گیم که تشم میگیرونه گاه ها ایتاس به نمکش میکنن گاه ها پیاله دستش میگلده همشه کرد میکنی دختر شما دختر زنده که قبولش میکنی نکی بعد این خونه دولمت وفشه بگناری باید که ویش میکنی بعد بگناری خدا خواهد معاملش میکنی بگناری خدا خواهد رفت این عیب است عزیزانی من بین ما مسلمان چی مصیبت رسید که امروز یک مانده دوتا سیتا خانه ها جدا شده عادی پریزمت خدا خواهد میره میلی چی کاره و کل یک بلد نمیست میلی چی طوری زن سر داده میشد اگر خدا خواهد زیناگر شود مردک باز شود پدر مادر حرمت نکند اجازت خدا خواهد ایوه دوشه نکی در دیگه صورت دیگه کارش و فلانش و پیستانش و این که تیشه پیش الله نگناهگار بشه پیغمبر روزان که ابغض الحلالی الطلاق بدترین حلال ها نزد خدا طلاق نگه نامی طلاق در دهنت بعد پشیمان میشی هر بچه ها امروز پیش ما میروند سلید نی بچه ها هر پول دارا میرن چکا کردی زن ما سر دادم چندتش کردی یا بارا پچکشه برآوردم اگه پچکشه گشتر بگیری سه تکی کردی شوهره نشود تمام ملای جمع که خدا خود دنیا سوارکت کنه میتونه آوره نشه و سوارکای دروغ میشه تیش عملا میده که به دروغ میزنی یک تشکرمو بدش گفتم دوملو جون یکی در این دیتا کشکو کنده سه خیلی همه که پرین نرسیدل میکنه الله اکبر میکنه میره و سر بالا اومدن میگیره هر یک خواه رفتگی زینا مبادا از این منبعدش اگر فرزند داشت حرامی بلا بالای بلا زینا شتمیج خداوند بلا فرسوندن میگیره برای زیناکارا سه چیز ایاد نبرو سه چیز وعده کرد در دنیا محمد سه چیز گفت در خبر گفت وعده کرد آخرت وعده کرد یک تاش در دنیا خداوند انشاءالله از خانت برکت میگیره گرام شیخ داخل نون نمیه بخری کسی که زیناگره دویم گفت یعنی برکاتش خداوند از روز سیما و صالحین میگیره از نور داره خدا خواهد از نور شما آدم ها راحت میکنه میگن بچه نور داره یا نمی بعد زیناگر شده خدا خواهد نس میشه هم دیدو تا میبینم میگن روش گنده خش گنده ای رو تا خدا ویرون کم میمونه پیست میکنه مخاود میکنه انشاءالله خدا خواهد اگر میلیاردر شه بانکرات نشه قسم به خدا بوله وعده محمد وعدش حقه این وعدش دروغ نیست خدا خواهد انشاءالله سیم عمرت کوتاه میشه خدا خواهد 20 30 40 بلا میزند تستت خوب میده اگر 80 نمیفته باشی زیناگر شوی تست خدا خواهد میمری بیا مجبور نکنیم با زنا خدا خواهد پیغمبر شما نصف دین تونه با نکاح پر کنه بلاغت نگه دختر رسید بچه کی رسید کوف برمد تنگ توش برمد کوف میگه شریعت نکاح ده در وقت خدا خواهد جا بجا کرد نیمی میگه وید با نکاح نیمی شکل با طاعت عبادت پر میشه میگه دین طرفداری خدا خواهد فقط نکاح تین طرفداری حقیقت انشاءالله خدا خواهد نکنه این کارا مادرای عزیز صدای من یا بچه های عزیز صدای من میشه این کارا نکن خدا خواهد زن تا همچون چوری معامله نکن و امانت های محمد در دم مردنش یک تا نصیحتش من زنها رو برای شما امانت دادم امانتی من در خیانت نکنه گفت این زنک از جانب خدا امانت آدم قبولش کرد تا قیامت امانت میره و دست نگره وی امانت چیه؟ افکاتش خداکش پوشاکش همه تامینات مردک میکنه زنم نمیکنه خدا خواهد
زن بس میخونند خدا خواهد. زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شعرانی نر. بس یک خدا خواهد بچه بعد با شاه بالاش برو تا سره با سر خدا خواهد خیر خدا خواهد تو بگه کارش برم. این کدوم انصافه؟ چون شما مردک ها خمیر نمیکنه. من سوالت میت من نماز خونی هم بعد نماز خون همین اکثر نماز خونه اشتباه میکنن به نماز رو میگیره زایما. اکثر نماز خونی برای چی خمیر نمیکنی؟ برای چی خونه نمیروی؟ گو برای چی پیشاب نمیشی؟ برای چی خدا خواهد هزم شکر نمیتی؟ برای چی خدا خواهد آوش در کوچه باشه مردک عادت دادن شکر برای چی نمیتیش؟ چون که اسلام بخوری محمد همه کار کرده. محمد بغیر از خمیر نون بستگی محمد صلی الله علیه وسلم. حدیث امام مسلم حدیث صحیح ده کتاب مشکات ده دین میگه محمد علیه السلام میگه وقتی که خانه فاطمه مادر دور مدن دختر شو دیدن که نون بسته ساده است بیا بچم من یک چارت یک نون تا بندم لباسای میگه کاری فاطمه را پوشیدن. محمد علیه السلام یک طرفی راستی تنر نبست فاطمه مادر اون طرفی چپ نبست دروازه تنر را محکم کردن گفتن که دختر جان که یک پس صحبت کنیم یک پس صحبت کنیم باتن دختر خیلی بیکی نونو نسوزد خواستن که محمد بستگی چیز نپخته است هم تا ایستاده است. فاطمه مادام بستگی سبسخش ایستاده است. پدر جان شما بستین نپخته است من بستم نمیدانی گفت اون چه که دستی من میرسد من آتش نمیسوزن گفت. دیگر گفتن چکاش من رحم امت را دیدم دختر جان تو سوخته همی کار کردم که برای چی ما امت ها خدا خواهد این چی شوه این برد شوه که محمد علیه السلام این کار میکرد. عایشه مادم سوال دادن که رسول الله در خونه چی کار میکرد؟ لباس خودش میدوخت گفتن بینید بعد این کاش خودش یماغ میکرد. حتی یک روز میگه آبی طهارت چی است؟ من آبی طهارت همین آبی طهارت رسول خودش تیار کردن. عایشه مادم که یا رسول الله همین آب ما تیار کنیم نمیشه اگر من خودم بتونم و تو امر کنم ظلم کردگی میشم پیش الله. بین زن چنان امانت نداشتن نشان زنها درگیرش پروانه بود چی خدمت کنیم چیکار کنیم. محمد گفت جونش نمیدادن برای نمونه عبرت محمد بچه پایستگی است. معریخا بیان میکنن شب ساعتی 3 یک طرف باشد نوبت میکنن 2 ساعت محمد بالای گهواره نمیشیش 2 ساعت خدیجه مادر مخواه میرفت بدی 2 ساعت میگو فکر زنک پدیام خیز اجازه که نواتی تو بالای گهواره بشه که من یک دم گیرم این خیلی وکی دوست نمیداره یکان تشماز خدا خد بچه که برزیم نه میگو زن کلیه و خودتن کلیه وای خدا زدگه و زنش تروس زیته چی باها همیتش اگر مباد یک خوکسته به دستش اگر یکان تدبینش اگر او بیچوره مزمت کرده با این سنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بچه کیه با چی میگه بچه تگی خودی که اگه جاش لگی باشه و بچه پدرش خود دستی از تو شیدگی مسئولاته بچه تا نگاه که من خواره این خیلی مردن منش حروم شا زنه که بچه دریاب شد 10 بار بالا گواره میکزن با ایچت میپوچیش ایچت خدا خود دادش میگو بچه خوش تا سر حروم مای بگنده خودت یک شوه خدا خود یک بوله گهوارند یک شوه توسه را کن نده احوال تا بد نبینی 1 کیلو سنگ خدا خود در شکم برداشته گرد کشال کو خود خدا کوچه وکشه گرد 1 روز گرده و این 9 ماه میگرده بیچاره بعض 2 کیلو 3 کیلو در اینترنت میتاش 4 تا سختش 2 کیلوی هم 8 کیلو می 8 کیلو 1 سال بیچاره زنک برداشته گشت کو شما رحم نمیکنید نسبت زنها چرا رحم نمیکنید کنین این کافرای بدبخت یه احوالات ما شما یاد داد جنسکای موزیکای رادانک جدا کرد کارا را این جنسکای این موزیکای این فقط زن کسی که این تکرندر کن این کدام این صفحه این اگر حقیقی امتی محمد میشم گوی کار میکنی انشاءالله خدا خواهد حقیقی محمد اسلام سهری میدن میخست یک تاشو میگه جاگه جمع میکردن یک تاشو دستارخوان مینداختن یک تاشو نون میآوردن یک تاشو چای دم میکردن بین همچنان با خدیجه زندگی کرد که الحمدلله وای کلی بیوه بود پیغمبر بیوه که دیقدر زندگی خوب کرده گیه که ای خودش 15 سال کلون بود ولی یک روز کلون باشه ما ناز بکنیم وای کلونه به دختر نمیشه سنت محمد یکمش بیوه
محمد 25 ساله بود، خدیجه مادر بود 40 ساله بود، بیوه بود، 2 تا بچه داشت. بعد 2 تا بچهش محمد گرفتش که ناز نکرد، لیکن چنان زندگی کرد که او خیلی زندگی هرگز نکرده. یا روز هم تعریف میکردن یا از عایشه صدیقه که من به یک پیرکی مد برفت دیا من خوبتر من دودت که محمد میگه چنان در غضب شد که موی مبارکش میلرزید، گفت میگه هرگز نداده، هرگز نداده. تمامی مردم ای من نفرت کرد، خدیجه نفرت نکرد، نه مالش در انداخت نه دنیاش در انداخت، تمام دنیاش برای من صرف کرد. ببین ملی ارده همون زمانه بود خدیجه، ملی ارده. امروز علیشیر عثمان اگر باشد همچنان خدیجه مادر در مکه ملی ارده بود، مضاربه کار میکرد، پرسن نه مضاربه شریکی مال میداد، فایدهش نم زیانش نم شریکی کار میکرد، میلیاردر بود. امروز ما چی یافتیم؟ پرسنت یافتیم. امروز میتی از خداخواد در خونش خواه هر ماه من در خداخواد با $20 کمیتی این ای گوشی خوگنم حرومه $20 مضاربه که خداخواد مضاربه همی خیلی پلاس شما کارایی بچه شرط نامه میکنی، زیانش نم فایدهش نم شریک میشه. که که پولت که کار میداری هم پول تبا میگیری بازی بولمده میداری. این خیلی نیست که بیچاره داخلت خواهو من دانی که پول میتی محکمتی حتی بینید پرسیان میشه فقط یک آدم پول دادی و گفت که همین فایده من یک کیلو آب بکن اینم پرسنته نبرو تاق نداری پول داده به هیچی به یکان شرطنامه از چی طلب کرد خیلی بده میداد از خدا خد انشاءالله $200 هر موی بس خدا خد انشاءالله خط آردم ته یا 10 کیلو گوشتم ته اینم پرسنته فرق نداره. امو علی یک خیلی یک نموده خلاص خدا بترس الله ترسیده انشاءالله خدا خواهد کار کنیم، الله ترسیده خدا خواهد زندگی کنیم. زنها را دوست داریم، به زن حیات نیست یا حیات میگو به زن حیات نیست. زن خدا خواهد زیباگیش به همین حیات است، چون که محمد گفت من از دنیای شما 3 چیز فقط دوست میدارم: نماز، خدا خواهد عطر خوشبویی زدن و زن است. گفت خلاص زی دنیا دوست دارم 3 چیز: زنهای عطر و نماز و زنهای با تمیز. دیگه دنیا تا هیچی نیست. گفت هیچی شیرینی نداره. گفت محمد دوست داشته دوش دار. کسی که به زن میگرده و مکروه حیاتش، زنی که به شوهر میگرده مکروه. بعضی صحابه یکتاش 80 ساله بود، زنش وفات کردگی فرداش مرد. شب صحابه جمع تا که برادر از دنیا چی میخوایی؟ من نمیخوام که تنها پیش خدا واخوری کنم، من خانه دارم که نگه دوست دارم. همون شب خانه دارش کردن سهرش مرد. میگه چی آرزو میکنن؟ امروز فقط پیش 10 سال و 5 سال بیوه گشته. اتا بیچاره تا زن نمیتی میترسی. اگر این از زن اشتیم باباد و بچه کنه خونه میگیره، حالی من در سگا میگیره در کار نیست، پیش بخشی میره پیش بنده. یا باباد اگر خواهری بیاد داشته شوهر میکنه و بیچاره لگه شپک میکنی یا نمی خورسش هم نبرده یک پرابلم خلاص میشوی. و زن از ملعون شیطان به این شبا چی فریباش میکند، به این شبا چی آرزوها میاندازش. کن خدا خواهد اگر مادر شوهر میکنم خورسان شو که شوهر نه، این گناه نیست. مادرم خدا خواهد آرزو دارد، همه چیز آرزو دارد، همه چیز. من چندین زنها که دیگه هم صحبت کنم به شوهر نبره میگه بچه هم تست که میکشیمت. اگر شوهر کردی مردی دیگه خونه نمیاد، ای درگاه محروم شدی. من تر اپا نمیگه تو چی حق داری اپات نکماندید کنی؟ تو چی حق داری؟ تو بچه ای پدر مادر حق نداری کماندید کنی. اگر میگه خطا کنه هم حق نداری کماندید کنی. پیش پدر میشی هم مثلا نادرست گفت می در پیش حالت اتا خطا کردی نگو، خطاش خدا خود در خلوت گو. وای چیه پرزیدنت خونه خدا خود انشاءالله بتیشو بیچاره مردکا خدا خود نمونه چه خار داشت دگارش که گو خون کواتی را خردشته. اگر خاطری چی پدر تا دوست داری انشاءالله یا خونه جداش کرده نمی باش کرده. من حتی ایشان حتی اکه از خرجان افتگی آدمه وقتی گفتن خدا خود پدر شد یک دختر آورده دگار کرد همین خانه که میشینین از شما گفتن. بعدی پدری وفات شد دختره گفت من در کار نیست، چیز چارش در کار نیست، نبردم خونه کنده. حالا میستاد از خونش دیگر شوهر کرد برفت. چون میترسیم ما و شما فرزند کنه دادره که گنده آدم ها ناخونی فرزند داره. ای پدرت با یک یادگاری میمونه در شهر ایسفره
یک دو تا بچه پدری 80 سالش همین والله الان 70 سالش خانه دار میکنن. دختر میگن که به خاطر پدر من خرسندش یک تا گز 24 خریدار میتیم. وقت گز 24 خواهد بریج نفسور میشید. انچه خدا خواهد آدم ممکن نبود یک تا گز 24 وعده کردگی بعدی یک سالش فرزند به دنیا آمدگی همون خانه و در همون ماشین گرفته داده بچه ها برمده. این برای خرسندی چی؟ پدر انشاءالله خدا خواهد مینی و برای خرسندی انشاءالله مادر خدا خواهد انشاءالله. این کار بکن الله راضی میشه خدا خواهد. برای چی بود زنا بسیار شد؟ سببش میدونی؟ سببش عادی چیزه چون که ما شما دختران نداده شدیم در وقت اجرا نکنده شدیم. ظلم شو داریم انشاءالله خدا خواهد. یا مادرها ظلم داریم در 40 50 20 25 موندگی شوهراش مردگی دخترها استادیان اور بکنی نمیگیری شکر در نکات نمیگوش که 2 تا 4 تا بچه در بس در نکام گیرمش این دنیا هم آباد میشم آخرت. سلمه رسول الله با 4 بچهش گرفت 4 تا بچهش گرفت. نخشنو بخون 4 بچهش گرفت هر 4 شب با وای رسول. یک دخترک داشت میگه رسول الله طهارت که اسادات از خرسندی شد میگه دروش او شپید میگه روش هم تا کش روشید جیلا داد میگه. ببینید تمام اولاداش هم خیلی زیبا گذشت میگه. ببینید همچون دخترکه دخترم گفت بچه‌ش بچه‌ام گفت ولی ما شما خدا خواهد ای خدمت نکرده شدیم. ما بچه خدا ما بچه نداریم یا نمی دخترها خدا ما دختر نداریم. رسول الله نماز عید خوندن برمدن کوچه دیدن یک کودک در کوچه گشت است گریسته در یک برچک. اما کودک‌ها رقص و بازی دارن. بعد گفتم بچه‌م برای چی میگیری؟ گفتم پدرم مرد مادرم دیگر شوهر کرد اون مرد منو برآورده از خانه پیش کرد در کار نیستی من فقط اپات در کاره. ولی شما همتر گفته سیکو بچه تا بیچاره بچه داشتش ای برش میبره ای بچه‌ش نه بچه‌ش بگی بچت کتی چون نور میکنی و نماز خون که خدا خواهد جای جنته و عبادت کن که خدا خواهد بچه‌ش جای جنته ان شاء الله خدا خواهد. گفت که مادرم شوهر کرد برات پیشم کرد. رسول الله گفت میخوای من پدرت شوم میخوای گفت عایشه مادرش شو میخوای امام حسن حسین اکت شو فاطمه اپچه شو البته میخوام قشاقش کرد. میگه رسول الله دراورد شکمکش سیر کرد عایشه مادرم که لباسش تغییر ده پوشون این بچه خود میریم با یک دیگه بچه افتیم خدا داد منه بچه خوب. وقتی که میگه 1 ساعت بعد میگه برمت که میگه از همان دوای خرسند کودکا دیدم که یک کودک گفتن حاضر گریه داشتی دارم میرم چی شد؟ گفتم من بی پدر بودم پدردار شدم بی مادر بودم مادردار شدم بی اکد بیس یتیم خدا خواهد سرش سیله که الله جا جنت است. بین محمد یتیمان را خدا خواهد در کنارش میگیریم. بچه گفت کلون شو میکرد میپایست من حضرت بلال با بچگی گرفتگی محمد زید با بچگی گرفتگی پدر و مادر داشت همه میدونی بلال من بلال حبش وقتی که عطا پاش فهمیده اومدن که در یعنی ایمان آورده فریادش کرد گفت اینجا بیا بلال جان بچه اینجا بیا این پدرت میشه این عمکت اومده اختیار کن اگر این نخواهی من 100 جان روزی کیا میخوای من گفت یا رسول فقط به شما استوده نمیخوام و یا هم روزیش گفتم بادا گفتم بچه شما بین یا زید بینه نه بچه خونش کرد از کودکی شما ماید یکیش تمام یتیمان محمد چی میکرد پرورش میکرد سرکاش هم میمالی ما شما امروز چی داریم که یگان یتیم ده خطار بوده خرده دادی گو بلکه هستین انشاءالله در بین شما. من ساخات سوخیان ده انشاءالله خدا قد شکرانه ها بجا میارم می بیچاره کاش و حقیقت از جنتی ها نویا همه اکثر آدم موجه میسا خدا خد هر ماه خدا خد هر محلا تا خدا خد 25 30 تا آدم ها را بنابت 6 ماندمی 1 سال نمیرسمی روزگاشه که این بختی همون بچه ها ره کدام بچه که خدا خد این کار میکنن و یا جنتی هستن انشاءالله خدا خد چون که محمد خودش یتیم بود یتیم ها را دوست میداشت. بینین چون بینیم که یتیمی سر افکنده بهش مده بوسه بروی فرزند خیش 1 سومشته 10 سوم میتی خدا خد انشاءالله نوازش کنه محلاتون هست انشاءالله و یا خدا خواهد خیر و سخاوت کنه تیشو. من همون گروپ شرق آباد نه یک زنی بیوه شوهرش مردگی بود خانش کرده دادن الحمدلله چندین انشاءالله بیا چندین پاسپورت ها چندین چیزا چی معامله بشم من تلفن میکنم برادرو همین جا موبایل میگه شد داملا جان آدرس گویم بیاید ما پرش سپریدیم تمام گپ نمیزنم بیچاره نمیگن که چوا برای چی گفتگی سوال نیست همون چون که همش خدا جوا همش از الله سبحانه و تعالی میترسن
راه سخاوت پیش گرفتن، چون که بر جنت الاهیده یک دروازه است. بر در جنت نوشت عیان که جای اسقیا باشد بهشت جاویدان. در جنت برای اسقیاها سخاوتمندا الاهیده یک باغ تیار کردگی ان شاء الله. خدا قد باغ یک سه میگم دعا میکنیم خدا قد روز قیامت 4 کس نزد دروازه جنت میروند. 4 کس میروند جنجال میکردن. اینش میگفت یکم من میدرم، اینش یکم من میدرم، ویش یکم من. یتش عالم، یتش حاجی، یتش مجاهد در راه خدا جهاد شهید شدگی، یک تا دیگر سخی. جنجال میکنه. حضرت جبرائیل میگه که یا جبرائیل برو بین و را حکم که چیگه پای میگه که خواسته چی میگه خیلی حاجت گردن چی؟ من در راه خدا به کم و کوس به یگان مشکلات برای خدا حج کردم، من میخوام که جنت برم. خب همین از کی گرفتی؟ تا کی گفت که جنت مکافاتش حج مکافاتش جنت؟ میگه که عالم گفت. نباشم ادب نگاه دار. عالم استاد ستش به ترتیب میکنه خب بس. بعد اون مجاهد خط چیکار کرد؟ من در راه خدا جهاد کردم شهید شدم. و بله همون شهید از کی شنیدی؟ از عالم شنیدم. خیلی عالم نوشه پیش استاد نخط ادب تا نگاه دار گفت شد گفت من بس کردم. بعد گفت که سخیت تو چیکار کردی؟ من در راه خدا سخا. چون علما وقتی که گفتن که جای اسخیا بهشته، من مال دنیا من خیر احسان کرده استادم. نه از کی شنیدی؟ از عالم شنیدم. نباشم ادب تا نگاه دار. بعد عالم هم که شما یکم جنت، عالم که نه من یکم جنت نمیدونم، یعنی سخی درو یکم جنت. چون که اذیت سخاوت من علم حاصل کردم. من در خیر احسان کردم، من کتاب خریدم، دفتر خریدم، روچکه خریدم، صاحب علم شدم، یکم از خیا سخی میدونم. یعنی شما خیال نکنه که دنیا به حساب کتاب است. گفتن که حضرت چندین صحبت ها خدا خواهد همه چیز مکافات دارد. زی مکافاتی عمل غافل مشو میگد، گندم زی گندم روید و جو زی جو، چون این میگوید پیری معنوی هر چی کاری همون بیدروی. خدا خواهد گندم کرده کچکه نمیگیری کو، یا خدا خواهد شالی کرده خدا خواهد جو نمیگیری کو. همه هر چیزی که میکاری همه مکافات چه میگیری. همه دنیا نه بچه های عزیز سخاوت منشین، بچه های عزیز خدا خواهد خوب شین، با آداب با ترتیب انشاءالله با انتظام شیم که مردم تنتیند. مردم آرزوی همین اسلام کنند. گویا که کاش که بچه منم ریش میموند، کاش که بچه منم لا اله الا الله میگفت حواس کنن انشاءالله. یا نمی ما همچون صحابه نمونه عبرت چیم عزیزانی من. همچون صحابه رفتار کنیم. خدا خواهد حکومت تنتیت. حکومت گوید که منو به دست کو بچه های خوب، منم نماز خوش دست گنده نشد است کو، نماز خوش دست وقت حقیقت تلاش دست کو، نماز خوش دست در بین مردم جامعه خوش تو زندگی دارد کو. آرزو کنند ما سخمون زیاد کنیم عزیزانی من. دینی ما شما دینی سخاوت، دینی ما شما دینی خدا خواهد سخیه. محمد علیه السلام با چه خوبی ها اسلام با وجود آورد. با شمشیر نه گپی دروغه. این کافرای بدبخت برای اسلام قبول نکردن با شمشیر میگه مسلمان کرد. گوی کیه ما شمشیر کردیم؟ من 52 نماز درماش هم دمگم خنجر کشاله می بگو لا اله الا الله بیت قبط. یه توبه کردم استغفر الله. دینی خیلی نیست، دین فقط نصیحت است. ما میگیم آدم ها را کسی که خدا انشالله در دلش ایمان جا کنه هدایت میابه میروه. ما سیاست نه یکان کسی برده مجبوری قمچین زنه کن نماز خون نکنیم که کریم. پیغمبر یکان کسی زده برده لا اله الا الله گفت می خودش به خودش دویده می اومدن. اخلاقی محمد دیده، رفتاری محمد دیده، گفتاری محمد دیده، دویده می اومدن اسلام قبول کنه. من میدونید در مسجد یک عربی تورا شکستگی، ولی در مسجد موش کنه خدا خواهد کلکانش میکنه، زده شتکاش برارده خدا خواهد فوتبالش میکنه. با تورا شکسته سعادت میگه رسول الله دید گفت که صحابه در غضب شدن گفتن که بدبخت چی داره در اینجا؟ گفتن خب بسته مونیم بیمالال پیشاب شکنن، بیمالال پیشاب شکنن، چون که گفتن پیشاب برای انسان زیان دارد. بعدش دیدم بعد گفتن که اگه گفتم صحابه حتی که بعضی روایتان خوندم خودش یک فقیر آورده شفتنش. گفتم بچه‌م دیگه این کار نکن. ای بای اینجا عبادت خونه، اینجا مسجده. 6 قدم اون میگه گشت میگم که یا محمد من برای سنجش اومدم کنی تو دینی من حقی میگو تو صبر میکنی مینه بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. این گپی که از تو شنیدم هیچ کس ننشنم. صحابه کرد زده میکشتگیش میدن. گفت رسول گفت مونی گفت نقبه گفت مونی بیمالالش کنه هیچی عیب نبینین. اخلاق محمده
با رفتارش، با گفتارش، با معامله. شما بار که زنات در طول سالات باشه کرده مردم تنتی انگار که بیام ریشتور نتین دختر ما اینه بینه نگاه کنی حرمت چبی عزت چبی این زن برای در همه جا رکلام کنه اوه همه ریشتور ندست بخت در همین بده خدا خواهد انشاءالله. وای وای انا میخواد زنده کسمه خوردگیم ترپش نخوردم در پشتم 25 تا کلم که 2 کیلو 3 کیلو گوش کرده رفته خدا خواهد انشاءالله. وای خورده گوه که انا مولا اگه گفت در مولا بده گوه نگوه که مولا نگیری بکش که دوزخه جوت نگه طوری می یعنی گوه که خدا خواهد حواس کنه آرزو کنه خدا خواهد انشاءالله. من در شهر میشینیدم که بچه هم خیلی میشتن میگفتن که داملو جان همین دختر دارو میگفتن که فقط داملو رو گیر فقط علم داره که راحت کار زندگی میکنی راحت کار مزه میکنی نه گپی سختت میزنه نه معامله بدت میکنه نه مینوزد چون که اخلاق محمد نیست حقارت کردن اخلاق محمد نیست از زدن اخلاق محمد نیست حتی عایشه خطا کردگیش نمیدونه چند بار گفتم نه عایشه خطا کرد جنجال کرد رسول الله کتی داشتن پیغمبر بود بدناشو کشکش میکردن این زن قاقه چپ آفردش نگیره راست میکنه که تک کمش کنه راست میکنه که هیچ نمیشه چون که کمبودی داره بعد میگه که او برچک نوشیش تی برچک نم محمد چیش بعد میگه گفتن یک صحابه برم ابابکر گو یک بیا دخترش نصیحت کنه ولی ما شما خود نصیحت که دو مودا قدم میزنن و شد خطاش باشه گوی که هم دختر بیا اگر 8 پاش نه ترش بسته اومد همین ایده دوان زمان رو شید یا جونده همین درمان زده دومون شتک چبراد دکتر مسئله دکتر شده توبه کردم بجای شتکلی چینچی کینده ای بای شولینده می کیرمه کنده می خیلی چینچی یک صحبت کنین چی اول خدا خواهد بلکه ای دختری من ای مردمی که تنگی را خدا خواهد ایفشه میگه ابوبکر میگه اومدو شیشت گفت محمد چی گپ است خسر شون گفت که همین گفت کمتر خطاگی کرد عایشه یک دو دن گپ زم تو که عایشه گشت گفت که اگر گپ زنی هم محمد گپ توری زن دوخ کرده گفتن انت ابوبکر خیستو میگه عایشه زیر لقب گرفتش که پیامبر سنت رفته کشته نزن من تا برای نصیحت کنه آدم این در پیش من این خیلی سیاست داره و من نباشم شما خیلی خور میکنه بین برعکس دخترش تربیت داد برا گفت ما خدا مرسا میکنیم ببینید محمد علیه السلام خدا خواهد 23 سال اگر زندگی کراشن دوری پیغمبری یگان زنش یک شپلاق زدگی نیست برادر یک شپلاق یک زنشو کلان سال شد نامش یادم برمد وقتی که گفت که رسول خواستن جدا شود دیگر جاش نه زن گیرن گفتن که جان پیغمبر گفتن من نوبت ما عایشه را دادم 2 شب پیش عایشه خوریم من راضی هستم فقط از نکات من دور نکنی من آرزو میکنم که حشری من با شما شود من آرزو میکنم که قطار زنهاتون من در جنت دیدین التماس میکردن ببینید ای چیه ای محمد لحاظ شیرینیشه ای محمد خوش معاملگیشه ای محمد خدا خودش رفتارای خوب شه ببینید بین عزیزانی من سخن کنیم سخن بسیار است ان شاء الله لیکن امید میکنیم که حیات های نقض بریم ان شاء الله خدا خواهد البته زنها را دوست داریم زنها ما را دوست دارن باور میکنین روز قیامت زنها را محکمه سودش نه الله بعد عبادت نمازش ای شما میپرسش ای خستامانش نمیپرسه ای خسرش نمیپرسه از شما میپرسه شما راضی باشه جنتی است الا دوزخ میره حمایش کردن نمیتونی خدا خواهد چون که شما خدا خواهد دیم قبلگاه شما هستی افسوس که زنها نمیدونن اینا زبان درازیشو اینا گپ گردونیشو اینا ویشو همش ای خدا به خبر هستن کتاب نمیخونن اینا ما کتاب ما شما تلفن ان شاء الله فقط تلفن تو هم مردن مونه شو ساعت 12 یک دای فقط تلفن تو ببین کتاب خونی نیست امروز مطالعه نیست امروز بحث نیست نسبت اسلام و نسبت پیشروی نیست همه اونها با شبای و فوتبال چیزه خدا خواهد مونیس شبای ما و شما فوتبال چیزه است مونیس شبای محمد نماز بود عبادت بود خداگویی بود خداجویی بود تا سحر حتی پوچکا کن مبارکش ورم کرده میرفت عایشه صدیقه میگه که یا رسول الله اینقدر زحمت چی است شما خدا 2 دنیا نگنات نگذشتگی کو شما نکنه عبادت هم جا تو جنت گو رفتن که افلا اکون و عبدن شکورا اویا من بنده شکرگزار نباشم اکا منم محمد تمام ویپ تنده این دنیا نم ازاو نیست آخرت نم پیر جنت میدره من اویا بنده شکرگزار نباشم من خدای خود من ترک کردم در کن نیگفت من عبادتی الله میکنم بینین
محمد علیه السلام میگه مونس شبهای محمد نماز بود عبادت. بیا با کتاب رو بیاریم، حدیث ها مطالعه کنیم، قرآن مطالعه کنیم، برادر اسلام پیشروی کنیم ان شاء الله. خدا خواهد دین زندگیش با کتاب است. قرآن چند زن خدا خواهد آیات ها را خونین، معنیاش کتی، حدیث ها را خونین. مثل همون زنهای پیغمبر صحابه زنش هم نیستیم ما شما. بینه شوهرها شوی کوچه می اومده یگانه سوال میدادیم شوهرش کم حفظت آیتا من القرآن الکریم، یگان تیزنی شما سوال داد گوه میگه. همین جمعه اومده که زن جشی مرده کم کورم خری امروز داملا چی گفت، یعنی گپ زن چی هیچی فایده ما گپ زد یا فایده خودت گپ زد، های پرس گپ همین. زنها ایمونده بدتره، ما زنکا ده بدتره. چوکی ما شما در دایرهش دیگه پنده میگم زنک جک بشی گوش که هنوز مسئله خوب شید یا یعنی بعضی هر دو من هر گناخته میگیری اول هر دو من خطا داشتیم یعنی کورکین انت میشه زنک جان نک مرمت خرمت گو چون نامس میکنی توبه کن زنی خودت. رسول الله ریحانه میگفت، گلم میگفت، مرمت میگفت، خرمت میگفت زنهاشه. تو گرفتن هم نگو خدا خواهد پیش دیوال در جون اکاد من اگه که خدمه بکشم چاپا بنده که آف میندازم خدمه بعدی خونه آوردیش بعد از سیاست اگه کمک که اون دادی اگه جد ترمه نه خیلی نه برای چابا با شیرین شوه حیات با حیات گل گرده خدا خواهد انشاءالله که آدم ها اولود زن همیشه بکناک باشه، همیشه در فانه خدا باشین. نوبت انشاءالله با شاگرد میتیم وقتی انشاءالله درس سر شد عزیزانی من امید میکنیم که خدا خواهد همون به بهره بریم از ما کشیده خدا خواهد بلکه ما هم خطا ها هست اینقدر نصیحت میکنیم بلکه ما هم نسبتی زنام خطا میکنیم لیکن هم اصلاح کنیم. روز قیامت به یک روی سفید به یک انشاءالله خدا خواهد روی سرخ پیش محمد رفته گویم که امتم ما شما در کنار گیره. این برای ما شما بخت امین است خدا خواهد انشاءالله. محمد کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است انشاءالله. پیغمبر اگر سنتاش بک خدا خواهد حیات گل میگرده. این بریده نون کتی طاقت میکنی، این بریده نون است که طاقت میکنی. من روسا یک تا چیز من نمیفرست که دست افتن که خوز الحکمت ولو کافرن بگیره حکمت اگر چند کافر باشد یک تا خلیب میخره یا نمی یک تا باشه نیم تا خلیب خرده میرا میگم من ندیدم نکی میشنم از هم روایت شما که نیم تا خلیب میگیره که تا سر الله پاشوه ما خدا خواهد خوابچش کت نمیگه پیش میکنیم بچه ها خلیبه نمرم با بشه دیگیش نگیره یا نمی یا خدا دادن جز محتر اکلام کنیم که همین اور قیمه مشته خدا خود نیمت من پیشته خیده دیده همون مغزنه اورچه میخوری که سرگیش نگه نمورم نه رسان الله های غمی روزی مخور میگه بیدیل مزن اوراق دفتر را که پیش از طفلی خالق پر کند پستان مادر را. ولی کودک هیچ نمیدونه پستانکاش شیره کی داد یکان اپارات کتی گریش یا دویتی کتیشید میگه الله دادش. بینید الله همچنان غمی روز که هر روزه میرسد از حق غمی بیهده میخرد اخمق. یا از خانه برم اگر یک کپچه اور موندگی من تو زنکی اور اگجا پیدا شد همه همسر در اپیدمی گرفتاده ترشیده مجبور گاوتونه میتشده آوردش اما منطقه مگزین بیسته خدا خواهد میده همه سیر شوه یا نمی ما شما چنان خدا خواهد شکر گذار باشیم چنان انشاءالله عمل ها کنیم خداوند خودش خدا خواهد هیچ کس بیرزق آفردگی نیست عزیزانی من. یگان کس من یک دقیقه میگم دو میکنیم خدا خواهد دور شده یک گپ ماده شده نگمش دیلم نمیشه یک زنگ واریم خدا خواهد انشاءالله قربت نداره. یعنی رابعه ادویه گفته که زن گذاشته که زنی صالح خدا ترس همین خیلی یک مرکه نشتن من هم جوشه میگم مرکه نشتن با زنکا سر کردن وای قیمتی شید من روغن 85,000 شید تمام اگه چی میخریم میمرین همش گپ زده اومد. بعد رابعه نفتن شما گفتن حضرت یگان گفت من یک چیز میگم گفت اگر گفت الله سبحانه و تعالی همین زمین گفتن آهن کنه همین زمین آهن شوه گفتن بجای باران و برف سنگ باره گفتن اگر تمام روی دنیا نم وقت کدام اصل بود والله علم همو اگر تمام روی دنیا فرزندای من باشه بچه و دخترای من باشه من انم قندقس کنه غم نمیخورم انم قند چون که خدا وعده که من شما به دنیا آوردم رزق شما در گردن من است. مر اهلک بالصلاة لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی. میگه اهل عائلت به نماز امر کن ما از تو رزق نمیپرسیم نحن نرزقک ما میگه خدا تو نرسونتیم
عاقبت از کی است؟ پرهیزکارا. عاقبت از خدا ترسا است عزیزان من. ولی همین بیاین خدا خواهد ان شاء الله ما و شما چنان رفتار چنان گفتار کنیم ان شاء الله حیات شروع شود. مردم ها خدا خواهد تن اسلام گیرن، محمد تن گیرن، قرآن تن گیرن، اسلام تن گیرن. ان شاء الله این دنیا هم خدا خواهد سربلند، آخرت هم ان شاء الله سربلند میشیم و آخر